و ندیدن. این که مرده میشه. تأسف است، بسیار جای تأسف است. و جناب تا کی خود آرام بگیریم و بگویم بله اشتباهات صورت گرفته؟ امروز مردم بیچاره و مظلوم ما به خاطر تظاهرات برآمده، جنابای محترمی که خود مسلمان میگیره تفنگ در سینه از واد دور داده واره شهید میکنه. این آدم هم دعوای اسلام بداره، این آدم هم میگه که ما محبت با قرآن دارم، این آدم هم با سبا امیم الله اینام الله در جنازه همچو آدم میره و سرش قرآن میخونه و میگه که این اسقاطی از این قرآن مانده شوه که دفع شوه گناه های ازی. ببینی برادرها، این حالت است، این حالت است. تو مسلمان به سینه برادر مسلمانت تفنگ دور میدی و او را شهید میسازی. به خاطر چی؟ به خاطر که برای دفاع از حقوق قرآن آوازت بلند میکنی. عجیب است. و جناب از عسکر گرفته تا وزیر تا رئیس جمهور باید بدانن بیا یک دفعه جمع میشیم به کتاب الله تبارک و تعالی، آیتی که قرآن برای ما موضوعات بیان میکنه، واضح میکنه، برای از اون متوجه شویم. خب گوشی تا نبیگیره. قرآن این صحنه های امروزی را، این نعوذ بالله صحنه های استهزا کننده علیه مسلمان ها را قرآن برای ما چطور توصیف میکنه؟ از طرفی که صورت میگیره. کتاب الله میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که واقعا در وجودتان ایمان وجود داره. ایمان میشناسی؟ ایمان کدام ایمان است؟ ایمان تذکره نیست، ایمان زبان نیست که در قلبت یقینا عظمت و بزرگی الله جا گرفته. غیر از الله ترس از کسی نداری، به غیر الله طمع به کسی نداری، حکومت الله را پذیرفته ای. این مومن میگه. قرآن به امچو مردم ها، به امچو جیل و طایفه ها آواز میده، ندا میکنه به ما واره مردمانی، به ما واره مردمانی که ایمان ما صدقه دلار، ایمان ما صدقه چوکی، ایمان ما صدقه امو پذیرایی و استقبال نعوذ بالله مردمای بیدین، ایمان ما صدقه از اینکه بر ما گرد و بر ما را بر چفک مردم گرفته باشه، دم و تر در پشت ما روان باشه. ایمان نمیگه. کدام ایمان که حاکمیت الله را تسلیم میکنه؟ کدام ایمان که از الله خوف داره؟ کدام ایمان؟ او کسی که احساس میکنه که پیش الله رفته نیستم، عزت و ذلت در اختیار الله است، اونو طور مؤمنا را الله آواز میده یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، لا تتخذوا بطانه من دونکم. قرآن آواز میده، برای ما دستور میده ای مؤمنا نگیری شما دوست همراز، شما او کسی که رازتان آگاه میشه، بطانه من دونکم، بجز از خودتان کسی را رازداری خود جور نکنه، اسرارتان بر از او گویا نکنه، از او مردم نفر جور نکنه. قرآن بر ما میگه مشاور نگی، از غیر مسلمان کسی که عقیده و هم نواقت تو نباشه، مسلک نداشته باشه، مسئولیت نداشته باشه، از دیگه کسا مشاور نگی، او را بری خود رازدار و دوست جور نکو. بطانه من دونکم، بطانه میگه زیر پیراهنی را که چسبیده با وجودیت است، سخنی که تو در وجودی خود داری، در خانه خود داری، در حکومتی خود داری، در دفتر و دیوان خود داری، این گپا را به کسی دیگه افشا نکو، برملا نکو، کسی دیگری بعد در ادازی خانه معلومات نداشته باشه. امروز چی گپ است؟ ما به دستور آیت قرآن عمل کردیم یا خلافش روان هستیم؟ امروز رادیو بی بی سی و آزادی جنگی که در بین سنو و خشوع صورت گرفته او را برم نشر میکنه. تو مسلمان آیت قرآن فراموش میکنی؟ الله خو برات دستور داده بود یار رازدار برای خود جور نکنی. لا تتخذوا بطانه من دونکم، دوست رازدار به غیر از مسلمانان دیگه کس نگیره. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، یا دریغ نمیکنه، کوتاهی نمیکنه از هر نوع ضرر، از هر نوع ضرر که وس برسه یا کوتاهی نمیکنه. چقدر مهربان است که بیا نقشه آبادی وطن تو را طرح کنه، چقدر مهربان است، شفقت داره، دلسوزی بالای تو داره که برای تو راه های پیشرفت و ترقی تا نقشه کشی بکنه. چطور خوش داره که تو در کرسی عزت بشینی، چطور خوش داره که این دین اسلام ترقی پیدا بکنه،
در نسل جوان تو، در نسل مسلمان تو مفکوره و عقیده اسلام شایع شوه. چطور خوش داره؟ قرآن خو میگه لا یعلونکم خبالا، تقصیر ندارن، کوتاهی ندارن در این مورد که برای شما ضرر برسونه. دریغ نمیکنه ضرره. ما از کی را قبول بکنیم؟ از رادیوها و تلویزیونها را یا از کتاب الله را؟ از کدامش را قبول بکنیم؟ شما کسی که با کتاب الله تعلق و رابطه داره، قرآن همینطور میگه لا یعلونکم خبالا. باز الله بر ما میگه نمیشناسی؟ الله برای شما بصیرت داده، عقل داده، هوشمندی داده، هوشیاری داده، نمیشنوی؟ با وصفی که تلاش دارن، بسیار کوشش میکنه دشمنی خود به زبان افشا نکنن، به عمل خود برای شما آشکارا نکنه. امو کید و غیظ و بغض و دشمنی که داره او را در قلب خود همینطور مرموز نگاه کنه، ولی کاری خود پیش ببره. در بینتان او جاسوسی کنه، در بین شما او نفاق بندازه، در بین شما افکار شما را خراب بسازه. او نمو دسیسه است. زمانی که دیدن در میدان مبارزه با مسلمان مقابله کردن نمیتونه، راه های نعوذ بالله دیگری را اختیار کردن، راه های منافقانه، راه های بزدلانه، راه های نعوذ بالله ذلت، راه های نعوذ بالله رسوایی که در بین مسلمان ها داخل میشن، اظهار ایمان میکنه، اظهار محبت میکنه، اظهار دلسوزی میکنه، اظهار امنیت میکنه. اما الله تبارک و تعالی غیظ و غصه‌شان همینطور مرموز باقی نمیمانه. گاهی از سخنانشان بالکل برملا میشه. نگفت جناب بوش اعلان نکرد جنگ صلیبی با اسلام است، از زبانش برآمد، اگرچه برای نعوذ بالله پشت کردن گپی خود اظهارا را مختلف از طرف چاپلوسام جور شد، خود یزوام همینطور طرح کردن، لیکن او دشمنی بالکل ظاهر میشه، از لحن قولشان، از طریق کارشان بالکل برملا میشه. قرآن بر ما میگه ودوا ما عنتم، دوست داره هر آن چیزی که شما را در مشقت مندازه، شما را در تکلیف مندازه، شما را دوچار مظلومیت میکنه، شما را دوچار بلاها و مصیبت میکنه و دوست داره. نمیخواه. آیا روس ابر قدرت بزرگ خرصفت که خود معرفی میکرد به سیستم زمان به پا مینشینه، افغانستان زمینه جور شدن حکومت و امنیت نبود؟ بالکل بود، لیکن نخواستن و که اینجا حکومت و امنیت بیا. این 4 قوم مسلمان افغان در بین خود با هم متفق و متحد شوند، اینجا نظام الله را حاکم بگردانه، هر کس تابع نظام شود. نه، گروه های متنوع، گروه های مختلف پیدا شد، زدن و کندن بود تا امروزه. نمیخوان در افغانستان امنیت بیا. کی اختراع میکنه این تشتت اختلاف و پراگندگی را؟ کی یک نفری ما را سلام میده، کی نفری دیگه ما را بگو خط سلام میکنه؟ کی است؟ ما تا این حالم ندانیم ما ملت همینطور پراگنده زندگی بکنیم، فقط در بین خود بزنیم الا نمان. کسی که در مسجد رفع الیدین میکنه لط کنشه، بکششه، کسی اینطور است، کسی اینطور است. این البته به خودم میگم ما هم دمی مسائل مبتلا هستیم، ما هم تو آنی را امی گپا را گفته رایستیم، ولی نمیدانیم دشمن چی کار کرده رایست و چی میکنه. قرآن بر ما میگه ودوا ما عنتم، دوست دارن آن چیزی که شما را در تکلیف و مشقت مندازه او را و دوست دارن سر شما بیا. قد بدت البغضاء من افواههم، یقینا بغض، کینه و دشمنی دیرینه که در قلبشان مرموز است او هم واضح شده از دهنهایشان. گاهی میبرایند، یکی نیست، به صدها ای گپا برآمد، تا بوت و چپلق هم نام الله نوشته شد در تلیش. نعوذ بالله در کارخانه هایی که باقی وحش خنزیر نگاه کردن به شکل مسجدتان جور کرد. قرآن کریم چه نسخه های در سر نعوذ بالله عکسای سکس آیت های قرآن آورد. کدام گپ است که تا امروز نشده و نمیشه؟ ای بالکل قرآن برای ما 1400 سال پیش گفته بود قد بدت البغضاء من افواههم. این بغض و دشمنی از لحن قولشان، گفتارشان، با وصفی که کوشش میکنه ظاهر نشوه خود ظاهر میشه، به خاطری که الله تبارک و تعالی مردم مسلمان بیدار بسازه. امو مردمایی که خواب غفلت رفتن، یا را دوست تلقی کردن، یا را برای خود لشکر حافظ صلح ایره به نام دوستا خطاب بده، ایره بگویه
نیروهای امنیتی ما. اول خوب تو مسلمان ولاگه بزیبه که تو بگویی که یا بر ما نیروهای امنیتی بری خود بگویی. امنیت تو را نظام اسلام کرده، قانون اسلام بپذیر. امنیت است، نه دزدی است، نه قمار است، نه غیبت است، نه دروغ است، نه قتل است، نه قتال است. تو احکام اسلامی را بپذیر، همه چیز به امن است، هیچ چیزی وجود نداره. چطور میگی نیروهای امنیتی؟ قرآن برات میگه و ما تخفی صدورهم. از زبان که گاهی گاهی ظاهر میشه این بسیار کوچک است، این بسیار اندک است، این بسیار کم است. و ما تخفی صدورهم، آن چیزی را که میپوشانه سینه های ازیا، عداوت و دشمنی که قوی که داره و که کدام اهداف در سینه خود پشت کرده، اکبر و خیلی بزرگ است، خیلی بزرگ است از اینکه از زبانشان ظاهر میشه. ما میگیم دو موتر قرآن کریم میسوزانه، یک نسخه قرآن کریم میسوزانه. قرآن برات میگه نه، این خو یک مرتبه ظاهر شده. تو بدان که قلبی از یا مملو از دشمنی است، پر از دشمنی است، حرکتی از یا، گفتاری از یا، کرداری از یا، کلش برای هدف شوم است. نمیخواه مسلمان آرام زندگی کنه، به امنیت زندگی بکنه، نظام اسلام حاکم باشه. نمیبینی پی در پی ممالکی که پاچاهای ظالم داشت، تایید نمیکنیم اون پاچاها را، اما با وصف ظلمش، با وصف بیدینی و الحاد و زورگوییش، لیکن امنیت در مردم قائم بود. مردم زندگی روزمره را بسیار با وجه احسن انجام میداد، نه تفریقه بود نه زدن. بسیار نمونه بزرگ عراق برای ما نیست، نه در بین شیعه جنگ بود نه در بین سنی، نه مسجد شیعه بم مانده شده بود نه در مسجد سنی، در هیچ کدامش نبود. امروز ببینی صحنه در کجا رسیده. قریب است که دامنی امی جنگاره در این وطن تو هم برسانه. ندیدی امی گپا نمیشه، امی شعله های آتش برافروخته نمیشه توسط امی مردم. گماشتگانی امی است، مردمایی هستند که نمایندگانی از یاسته. امی کارا را بالکل در بین مردم تبلیغ میکنه، تشویق میکنه، ترغیب میکنه که مردم متفرق شوه، یکی با دیگه اعتماد نداشته باشه، همه اعتمادا از دست بروه، این مردم پارچه پارچه شوه. اگر ما برایم هم یا با خود نشینه در یک مجلس، خود تا چندین سال زده بره که این اسلحه ها کلش ضعیف شوه. این اسلحه دو قطب بزرگ جهان اگر در دسترسی تر مردم غیرتی افغانستان